السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان گرانقدر، بنیاد خیریه نخبگان قسمی که از نامش هویداست، یک بنیاد خیریه بوده که هدف اصلیش کمک و اطفال یتیم، این نونهالان سرزمین ما که آینده سازان کشور هستند است. نخبگان به خاطر دستگیری از هموطنان بی‌بضاعت و نیازمند ماست. نخبگان به خاطر تقدیم کردن یک طفل نخبه به کشور عزیز ما افغانستان است. بنیاد خیریه نخبگان به تاریخ 23 آگوست 2022 ایجاد گردید و در طول این مدت مصدر خدمات شایانی بودند که از جمله کارهای مهم و اساسی این تیم سرپرستی 70 طفل یتیم در کابل است که این اطفال در یک مکتب خصوصی تدریس می شوند. ناگفته نباید گذاشت که تیم نخبگان بر علاوه این خدماتشان در مقابل حوادث ناگوار بی تفاوت نماندند. جا دارد که از کمک‌های نخبگان به هموطنان ما در زلزله ترکیه و در زلزله ایران یادآور شوند. نخبگان برای آسیب دیده‌ها و زلزله زدگان ایران و ترکیه یک مقدار پول نقد و خیمه امداد کردند. در ماه مبارک رمضان برای 108 فامیل مواد خوراکی کمک کرده تیم نخبگان و همچنان در عید رمضان برای 53 فامیل مواد عیدی کمک کرده. 2 چای عمیق از طرف تیم نخبگان افر شده، یکی در منطقه سیلاب زده بغلان و همچنان یک چای عمیق در کابل در منطقه ارزان قیمت کابل از طرف تیم نخبگان افر شده. این بود فشرده از فعالیت‌ها و کمک‌های تیم نخبگان و باز هم باید تذکر داد که بنیاد نخبگان برای اطفالی که در زیر پوشش نخبگان است در طول این مدت مواد درسی، لباس زمستانی، تحفه‌های عیدی، مواد خوراکی و لباس‌های عیدی نیز به اطفال و خانواده‌هایشان کمک کردند. هموطنان خیر و مومن، اگر می خواهید توشه‌ای به آخرتتان داشته باشید، بیایید با ما بپیوندید تا دست به دست همدیگر داده بتوانیم مصدر خدمات بیشتر و بیشتر شویم، تا بتوانیم تعداد بیشتر هموطنان عزیز ما را که نیازمند هستند و نیاز به کمک دارند دستگیری و کمک کنیم. بیایید دست محبت خود را بر سر اطفال نازنینی که در بهار زندگی به خزان رسیدند، بدون این که بهار را ببینند زندگیشان را بهاری سازیم. اشکشان را اشک شادی و بر لبان قشنگشان لبخند کوچکی بیاوریم. تیم نخبگان قبلا و قلبا سپاسگزار شما هموطنان خیر، مومن و با عاطفه است. و سلام.